یوتیوبی عزیز سلام. امروز میخوام ترفند افزایش سرعت گوشی شیائومی رو به شما آموزش بدم. ابتدا گوشی رو یه تست میکنیم برای سرعتش، ببینید که چجوری داره کار میکنه به صورت عادی. برای این ویژگی ابتدا میریم داخل تنظیمات، درباره گوشی رو از بالای صفحه انتخاب میکنیم، میریم تمام مشخصات رو اینجا انتخاب میکنیم، نسخه MIUI رو از اینجا افواردار روش کلیک میکنیم، برگشت میزنیم، میریم پایین، اینجا تنظیمات بیشتر رو روش کلیک میکنیم، میریم پایین، گزینه‌های توسعه دهنده رو از این قسمت انتخاب میکنیم، میریم پایین، اینجا مقیاس پنجره پویانمایی رو روی حالت نیم میذاریم، مقیاس پویانمایی متحرک هم روی حالت نیم میذاریم، مقیاس مدت پویانما هم روی حالت نیم میذاریم. خب دوباره تستش میکنیم اینو، ببینید سرعتش کلا تغییر کرد. سرعت گوشی از این طریق 2 برابر میشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.